دادرچه ما سفرعلی جان خوش آمدید گفتن و همه شما سربلندی آرزومند در امان خدای مهربان باشید. تمام مردم چارتود و این بزم خرسندی دادرچه ما خوش آمدید. از آن جمله اکای جنایت الله، اکای بهرالله، اکای مرزامدی و تمام شهر بچهای چارتود و این بزم خرسندی دادرچه ما خوش آمدید. خوش آمدید. داماد و عروس با همدیگر پیر شوید، در عالم عشق خود جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دسته تویی شود، مانند خواهرجان و محمد سفرجان چگونه خوشروی شود، 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرف همسیپا، همکارا، یار و دوستا، کشتبار، مخلصان، مردم ریگر و چارتود خواهشمندیم برای بزرگی اکای سیراجان و سفرجان یک کنسکی بر دوام ریگر و چارتود شود. بهترین کنسکا یک چرا قید کردنیم که من بچه که خوب بود و مکتب موسیقی در فعالیت میکردم. در آن وقتا اکای میرزا شخص بزرگی بودن که احاطه چارتود نگاهبین میکردن. هر کس با خودش یک لقب دارد. او وقتا لقب ما شروعچه بود. اکای میرزا، میرزای کنچوی میگفتن. برای اکای میرزا یک کنسک شود، یک کنسک. اکای میرزا جان خوش آمدید، زنده باشید. مرحمت داماد از بجای خود نشینید. سرودای با پایانداز شما در این جامعه نگریم. اپا جانا، مادر جانا، خواهر جانا آمدیم برای بزرگی مادر جانا. سرودی اول در بست مادر، بعد برقص بازی ما در خدمت شما ای بندگان خدا. کس قدری مادر رو نداند، همه دنیا برو لعنت میخواند. چو شیرین است مادر بعد فرزند، کسی مادر ندارد او میداند مادر. آه مادر من یک روم بزوی درگاه
شب